من خدا رو میبینم، تو قبول داری؟ علم ظاهری رو نمیفهمی، باطنی نمیفهمی. باطنی میفهم. مولوی صاحب یک چیز برایت میگم، والله تو که چی حتی نوسه تو دو قرآن میگم چیکاره میشه چیکاره است دیگه بحث نگین. What the fuck؟ های گایز، امیدوارم در هر جای دنیا هستید خوب و خوش باشید، جور سلامت باشید. بازم خوش آمدید به یک ویدیوی جدید. سوژه این روزی ما اینه که میریم استاد جادوگرا رو تماشا میکنیم. یعنی خودش استاد جادوگرایه، میگه از من بالاتر جادوگر نیست، من کسی هستم که با خدا صحبت میکنم. همچون نعوذ بالله، همچون چیزی وجود داره. اصلا شما قضاوت کنید، من چیزی نمیگم با خدا، به این بنده خدا دیگه چیزی برای گفتن نمیمونه، طرف ادعای دور از جون خدایی داره. بفرمایید. سلام دوستان عزیز، با یک کلیپ جدید در خدمتتونیم. امیدواریم که باز هم مثل کلیپ‌های بعدی ما رو حمایت کنین. خیلی خیلی با کامنتاتون ما رو خوشحال کردید. بازم از این کامنت‌ها بزنید. ادامه صحبت با احمد. بله دوستان، اگر از این طرح ویدیوها دوست دارید حتما ویدیو رو لایک کنید، در کانال سابسکرایب شوید، زنگوله بالاشون هم بزنید که ویدیوهای جدید از دست ندید. اینستاگرام هم این پایین میاد، فالو کردن از یادتون نره، خیلی خیلی خوشحالم میکنید. مثل که خانم سایه گفت که کامنت بگذارید، حتما کامنت بگذارید درباره ویدیو درست کردن ما، درباره صحبت کردن ما، درباره ایده‌های جدید میتونید کامنت بگذارید. بیشتر وقت نمیگیرم، میریم سمت ویدیو. حاضری؟ بله. گو. چقدر وقت میشه که این کار شما میکنه؟ شما من الان کابلی که آمدم 2 سال کابل، ولی ایرانم میگدم منتها خیلی نه کم، منتها ایران سرکار. چقدر وقت ایران بودین؟ من نزدیک 50 سال. اینجا رو قطع کرده بود، گفت سر کار میرفتم، فکر کنم که چیزی میخواست بگه که قطع شده، ولی بازم من نظر حالی فعلا ندارم. حالا یا خونده که دور از جون نعوذ بالله ادعای خدایی میکرد، امی بوده. ایرانم. ها این کارا رو در کجا یاد گرفتین؟ فقط گفتم یک شب، در یک شب؟ به یک شب عرض چه کردم. رقم در یک شب؟ شب خواهد دیدم امتحانشیه خواهد. یعنی اینو در یک شب یاد گرفته که مثل که گفتم استاد جادوگرایه. یعنی مردم میره نمیفهم، اونم تحصیل داره حتما، نه آموزش داره، همون جادوگری هرچی هست، حالا کلگی باید آموزش ببینه. این میگه که من در یک شب این کلگی رو یاد گرفتم، کل کارا رو انجام میدم. حالا نه سواد داره بنده خدا، نه اونقدر میفهمه. اصلا آدم میمونه حضرت بکار. رسول گفت میخوایی به جامعه خدمت کنی، گفتی کار بگیر ولی خدمت کن مردم را. حتی اینم گفت که نچاپی. حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده، یعنی کسی دیگه این نبوده، به این عذر رو التماس کرده که لطفا شما به جامعه خدمت کنید. خوب گفت تو جامعه خدمت کن، پول مردم رو خیلی عجیب نیست؟ چی اعتماد به نفسی داره که این گپا میزنه با خدا؟ عقل جور در نمیاد، بگو چه حرفیه؟ اندازه ای که چی هست؟ من گفتم آقا سواد ندارم، فدا جدت بشم، خب فدا خودت هم بشم. خودت چیکار کنی؟ این تیکش ما نگرفتم. فدا جدتم بشم، فدا خودتم بشم، من سواد ندارم. یعنی این وظیفه‌ای که به من میدی من نمیتونم انجام بدم. خب تا اونجایی که ما شنیدیم به حضرت رسول اکرم جبرئیل چیز می آورد، وحی می آورد. نه این بعد حضرت رسول اکرم از طرف خداوند اونجا چیز برداشته که بره این باز وحی بیاره. تو فکر شما که قرآن آورده داره دستش گفته تو رو به قرآن بی خیال شده خط خالی نه اینجا که میگه فدای جدت بشم، فدای خودت بشم، من سواد ندارم. من سواد ندارم. گفت تو بسم الله الرحمن الرحیم بگو بتی دیگه کارش بسپار به ما. یعنی پیغمبر وای رحمان دیگه کار نداشته باش. فقط طرف هر مشکلی داشت، خوب بود بد بود، اونا رو نگاه نکن. حداقل نگفته آقا تو اگر کاری انجام میده حداقل که به نفع مردم باشه، به نفع اسلام باشه، به نفع همون شریعت باشه، این کار انجام بدی. اونم نگفته. تو فقط بسم الله چوف کو برو دیگه به ما تعلق نداره. یعنی خدای خیلی اصلا مغز میگوزه با خدا چقدر ادعا داره. بعد خوبه الان مثلا طالبان مثلا چیزی نمیگه، وگرنه با خدا این خیلی وقت پیش آویزون کرده بود تا این گپا رو بزنه. بر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در خواب شما در یک شب آمده، فقط یک شب و با شما وحی آورده که شما هر کار را که انجام بدین شما توکل. حتی قرآن دستش گیره گفت، قرآن دستش گیره گفت قرآن مال شمایه. به شما گفت؟ بله سر یک یعنی چی؟ گفت مخصوص شما. What the hell؟ یعنی
نه یه چیز بهت نمی‌فهمم. بگم، یا این عقلش از دست داده پس که مثلا فکر میکنه جادوگرا کلا همینجوری خیلی اعتماد به نفسشون زیاده. دار صحبت یک جور صحبت بعد یه میکنه جور اصلا حرف با میزنه فکر کن مثلا به عقل که معلومه جور در نمیاد، مثلا چرت پرت حرفایی. گفت مال شمایه، قرآن داده به دست من، گفت مال شمایه. بابا ادعای خواب دروغ میکنه، تو چرا باور میکنی؟ میفهمونه که دروغ میگه. الان دروغ ولی دروغ گفتنش چجوری ساخته ترجمه؟ مثلا مثال میگم میتونست من در خواب دیدم و بعد مثال کلا در خواب دیدم یا خوشگل بود یا این شکلی بود، منم عاشق این کار شدم که گفتم یک کاری کنم که مثلا خواب دیدم ببینم مثلا تاثیر داره این شکلی یکم منطقی تر بود. چی میگه به خدا؟ حداقل یا بیشتر عبادت میکرد، نماز میخوند، ما میگفتیم خب حداقل همینو حضرت میگم محمد دیگه. خواب دیده برای راست هدایت شد. میز چی بزرگی بود، میزم چیش سبز بود، رویش پهن بود، سبز بود. چهره حضرت مبارک صاحب رو دیدین؟ بله قشنگ. الان میگم تا چهره حضرت واضح اکرم تمام دیدی؟ شما میگم توضیح بدین بینندگان هم شما رو. اینجا کسی نیست که به شبیه پیغمبر باشه. خب همین یک میگه کسی نیست که شبیه پیغمبر باشه. تو بگو مثلا میتونی کسی رو با حضرت رسول اکرم مقایسه کنی که همچه حرفی میزنی؟ خونه حالا گپش راست بود، مثلا شکلش مثلا نگاه. چیز نیست، شخصی نیست که به شکل اون باشه یا مثلا به خوشگلیش یا به قدش. مثال میگم یعنی همچون مثالی، یعنی این مثلا حالا اونش حالا- درسته، بس سر اینه که داره میگه مثلا من حضرت رسول اکرم تو خواب دیدم، خواب هر خدمتی، بعد از جا و مکان، بعد بدونی مثلا اکثرا هستن بعضیا میگن ما خواب دیدیم حضرت رسول اکرم، حالا دیدن ولی هیچ کی چهره واقعی ندیده که توصیف کنه. هر کی دیده مثلا یک چیزی تو همین مایا دیده ولی نبوده که اینجوری که واضح نیست. ببینه. خدا ورستی این شکلی نیست. شبیهش هیچ کدام ما نیستیم. حتی در خاک الان یک آدم از قد و قوارش میخوره به حضرت رسول قد بلندی داره هنوزم داره. حضرت رسول ما و شما میگیم مرده، حضرت مرده نیست، او زنده بین. دیگه شب هم در خواب دیدین؟ میبینم بعضی موقع اونجا اگر عوضت باشه گفت یک شب شب در خواب دوباره. دیدم. حالی چی میگه میبینم بعضی شبا بعضی شبا میبینم. یعنی بازم خب بابا دروغ میگه دیگه، داره یک ملت دروغ که می‌کشه. دروغ، حالا دروغ تا دروغ داریم، یک جوری دیگه نمیفهمم مثلا چرا اینا چیزی بهش نمیگه. و بعد خب اینا خودشون میخوان یه جوری ازش میبینی کلیپ گرفتن که ببینن راست و دروغ ملت تشخیص بدن دیگه، بقیه‌اش هم بکنن. جناب مولوی صاحب شما سخنانشان شنیدین، چی گفتن دارین درباره گفتن اینجا؟ والا خب از دیدگاه شریعت خود بسیار از انسان‌هایی که متقی و پرهیزگار بوده باشند رسول گرامی صلی الله علیه و سلم در خواب احتمال داره ببینه. دیگه در این شکی نیست. دیگه این هم تایید کرد که میگه امکان داره ببینه. امکان داره، میگه اون کسی که پرهیزگار باشه، پرهیزگار یعنی باشه، نمازخون باشه، قرآن خون باشه، نمازخون همه باشه، چیزش اوکی باشه. مثلا اون طرف امکانش هست، یعنی در این نگفته که صورت اونم 100%. که در خواب رسول گرامی صلی الله علیه و سلم دیده میشه، اما با گفته جناب حاکم میگه که ما رسول خدا آمد برای ما اجازه داد که کار 100 شبه را ما در یک شب انجام دادم که فال مردم در قرآن کریم ببینی، قرآن به تو تعلق داره و مشکلات مردم حل بکن. این از دیدگاه شریعت مردود است، هیچ جواز نداره. اصلا این پیشگویی هست، غیبگویی هست. غیبگویی از دیدگاه شریعت اسلامی اصلا روا نیست. خب تو فکرشو بکن، میگه مثلا اصلا از دید شریعت از هیچ دید کدوم اینا اسلام کلا درست غیبگویی نیست. میگن غیب خود خداوند، هیچ که از عالم غیب خبر نداره خب که همه قبول دارن. حالا حتی مثلا این دیگه یه جوری آمده ادعا میکنه که یعنی من همه چیزو میدونم، یعنی خب همه چیز هم میدونیم، نه مثلا مستقیم ادعای مثلا خدایی بکنه از طریق حضرت رسول اکرم. و خدا از این میترسون فردا یکی ادعای میایه خدایی میگه من خدا هستم. جدی میگم بعیدم نیست دیگه، با عقل ناقص کنه. طرف نگاه که چی ادعایی میکنه. بعد حالا تو با وسیله‌ای که جلوش ریخته هست این هم مال رمالا و جادوگرایه. معلومه اونجا چی میگه، به افغانستان ما بهش میگیم بجل که بازی میکنیم. یعنی شما چطور قرآن شریف را هم یاد دارین یا نه؟ ما دیگه کم گفتم اینا بیشتر یک کلمه خانم مولوی قرآن هم که بلد نیست. یک اما قدر یاد داره میخوانم ولی چطور امکان داره که شما نه قرآن را یاد دارین، مثلا آگاهی کامل از اون ندارین اما بس شما میگین وحی به ما شد؟ ببین یکی از قرآن میخوانه معنایش نمیدونه چی است. چی چیزی در وجود شماست که در وجود یک انسان دیگه نیست؟
چی برتری شما دارین؟ فکر نکنم او چیزی که در وجود ما در وجودی در این دوره نیست. یعنی پیش اوها دیدی؟ میگم این گفتم نه دیگه شکلی بگذره یعنی پیغمبره دیگه آره دیگه خودش که آی مثال بگم هیچ کدوم مثلا اصلا این همه عالم و دیگه. ملا و آخوند و نمازخون و قرآن خون داره میشه که به این نمیرسه چون این حتی قرآن هم خودش بلد نیست درست بخونه اینجوری ادعا میکنه در چیز من نیست نیست در حد من نیست میگه با هیچ انسانی نیست. هیچ انسانی نیست. میشه به مردم واضح بسازین اون چی هست واضح. پیش شماست؟ پیش من خدا یه چیزایی داده واضح میبینمش. مثلا یک مثال. گوش کو علم ما دیدنه، علم ما خواندن نیست که بخوانم و بگم و فقط علم ما در مرحله هست که میبینم صحنه را پیش صحنه رو چشمم. میبینه آخه اینا چرا نمیگه مثلا یک چیز مثال این داره بزنه ادعا میکنه که من شکلی. علم خوندنی ندارم من مثلا میگه وقتی میبینم یعنی تو فکرشو بکن نعوذ بالله داره ادعای خدایی میکنه یعنی من از غیب میبینم همه چی میبینم کل چیزی همچی چیزی اصلا واقعا که خیلی عجیبه با همونجا باید خدا بزنه گردنش رو قطع کنم بابا با یه همه چرت و پرت که داره میگه یعنی من یکی کلا قاضی بشدم کار نه اون شکلی نه چی داره حالا مثلا هر کس بابا در داره گروه- میگه من علم این- غیب دارم علم غیب علم جز غیب. خود خداوند کی داره هیچ کس خب حالا نمی‌دونم. حالا مثلا میگه وحی شده نگاه از اون موقع به حضرت رسول اکرم داره میبندونه خودشو بعد این که میگه من از شما همه بیش برترم میدونه یعنی خودش ادعای پیغمبری داره تو حرفا و کلماتش تو دقت بکن بعد این که مثلا من علم غیب دارم یعنی دیگه کم کم ای داره پله پله میره بالا دیگه اول از حضرت رسول اکرم شروع کرد بعد از قرآن شروع کرد بعدش هم از علم غیب شروع کرد دیگه چی مونده حالا فقط همین مونده دیگه بگه 2 دقیقه دیگه من سجده کنی شما گفتن بیزه که الان نگاه یک چیز برنیم اینو میبینیم همه شما میبینیم منم میبینم او چیزی که در بیه هست شما نمیدونین چیه من میبینم چی داره. چشم غیب دارین دیگه. بله علم غیب. علم غیب. علم علم غیب. غیب علم غیب داره خیلی خیلی اعتماد به نفس داره واقعا به نفس کنار بی سواد بودن هم خیلی سخته بی سواد بودن سخته حالا اینجا مثلا همونم اعتماد به نفسی که جلو و کامرو و جلو و این امر بالمعروف امر به معروف و نهی از منکر افغانستان. من درست نمیتونم تلفظ کنم جلو اونا اینم اعتماد به نفسه مالوش مربوط جز الله هیچ بندی بشری علم غیب گفته نمیتونه حتی پیغمبر هم قادر به علم غیب نبود که نماینده خدا در روی زمین بود و این کاکا که امروز ادعای غیب میکنه دیگه من ایران هستم که چه رقم حالا شما یه شما ما قبول ندارم. میگم اونا هم رد داده که چی میگه چی کنم داره؟ نمیفهمم مثلا میگه حضرت رسول اکرم نماینده خدا بود روی زمین علم غیب نمیدونسته نمیتونست بعد تو یکی آمدی به حساب خودت یک آدم حالا ناچیز جادوگری برگشتی همچی حرفی میزنی دیگه کلا میگه داره کفر میگی دیگه دیگه طرف کسی در حد من نیست پیغمبری که علم غیب ندانه که دیگه پیغمبر نیست. لا یعلم الغیب الا الله اول بود که وی آمد بعدا ایتر بود که کیان میمد ایتر نبود که نیاید. رسول الله یعنی ما هر چی پیغمبر داریم پیغمبر نیستن نه نه این شکلی که گفت پیغمبری که علم غیب نتونه علم غیب کنه پیغمبر نیست خب همینه دیگه معنیش دیگه معنی نداره یعنی ما هر چی پیغمبر داریم اینا دروغه فقط اونایی که علم غیب داره اونا پیغمبر یعنی ما هستیم یعنی رد کرده همه واه مبارک خپل وای چې زه په غیب باندې نه پوهېږم چې سبا څه کېږي الله تعالی وای چې سبا به څه کېږي نو دغه چې وای تو که میگی ما علم غیب میفهمیم نه بله علم غیب کاملا میفهمیم این خو خاصه الله است غیر از علم غیب گفتن این کفر است یعنی چطور علم غیب بخاطر غیر از الله ما قبول نداریم نه در وجود انسان چیزی هست شما علم دارین علم شما علم طبه یا چیزی دیگر ما علم ما لدونه ما علم میبینیم این قرآن کریم تو از روی قرآن کریم فعل مردم را خیر او شر میبینی بله او دیگه گپت که ما ظاهرا میبینیم سر قرآن کریم دروغه داره میگه مثلا علم ما علم غیبه خب که یارو هم بهش گفت اصلا این کفره جز خود خداوندش که علم غیب نمیدونه خب این که اینجا اثبات کرد بعد میگه من از رو قرآن دارم مثلا میگم تو که اگه علم غیب داری نیاز به قرآن نداری دیگه تو خودت میگی دیگه چرا به قرآن داری اکتفا میکنی بعد داره تا اینجا
بعد حالا از رو قرآن هم که میگه داره میگه خیر و شر میگه، تو که قرآن بلد نیستی، سواد نداری، چجوری از تو اون طرف که مثلا میگم الان فرض کن حمد میخونی، تو که معنی حمد نمیدونی چجوری میتونی مثلا در موردش توضیح بدی؟ یکی اون، یکی این که نه میگه که پیغمبر که علم غیب نتونه اون پیغمبر نیست. خیلی جد. آره رمال خودش بلد همه چیزو. یعنی من از پیغمبرها کرده هم حتی بهترم، یا اون پیغمبرهایی که ما داریم یعنی پیغمبر نبودن. اصلا توهین بدترین توهین به اسلام به خدا. میگم دیگه چطور اجازه میده؟ بس کذب سر قرآن کریم میکنی. میگی گوش که تو میگی در خط اول قرآن کریم برای خودت اینطور گفته او در قرآن کریم دیگه چیز گفته باشه. شما دیگه بس نباید بکنیم. نه ما مسئولیت ما حرف ما ما که زدم رو اول گفتم، حرف ما زدم به شما. علم ما غیر از این که گفتم شما میخوانین ما نمیخوانیم، ما میبینیم. خب شما باز ما و شما فرق میکنم، علم شما با علم ما فرق داره. اصلا ذاتاً فرق داره. این را باید بگم که 1000% راضی، 1000%. چقدر مشتری داشتن؟ مشتری حساب نگو، اگر میخوای ببینی تو مری یک هفته همونجا همون خانه هم اجازه بدی خود تماشا کن ببین که من چقدر مشتری دارم. خب اگر مردم لبده نباشه که نمیایه. اون رو به کنار، بعد یه تیکه اینجا برمیگرده میگه که ها اینقدر مشتری میاد مثل مگس. تو که به حساب خودت عالم داری و اینقدر از همه پیشرفته تری، کلمه مگس نسبت به انسان ها نباید به کار ببری. خب وقتی یک ادعای داری که پیغمبر میگی پیغمبر نیست دیگه، انسان اصلا برات معنی نمیده، ارزش نمیده. بعد مردم خرم که میرن، مردم بی عقل که میرن، مردم از خود خب نه چیزی که میره این طرف همچون ادعای داره. برای کسایی که پیش جادوگر و رمال و اینجور چیزا میرن، از قدیم گفتن میگن کار که خدا کنه نه شیخ نه مولا. مخلوق میرزه مثل پشه میرزه، من خودم فرار میکنم میرم جایی. کاری من نیست، کار خداست. درست است. این چیزایی که در پیشروی ماندگی است که درباره از یا معلومات بدیم. اینا که انگشتره، اینا که در مال ده. یا انگشتر است. اینا موره دعا میخوانیم، دلشت خودت مولای خودت میتونی تو برو از این ببین نتیجه میگیری. تریلا کنه تو بگوی 1 سال بعد توی نتیجه رو میبینی، اینام 1 سال باید تو منتظر باشه تا ببینم نتیجه میشه یعنی. از یک دونه تیکه سنگی میخواد نتیجه بگیره. بعد میگه دعا میخونیم، سوادم ندارم، قرآنم 2 کلمه یا 3 کلمه بلد هستم. ازمون خدا نه دیگه گفت اولش که بسم الله گفتی تمام. همون شما اگر اولاد نداشته باشه، اگر شما فرزند اگر شوف کنی صاحب اولاد میشه. بله میشه. مطمئن هستی؟ مشکلات کس داشته باشه حل میشه. بله حل میشه. خب این به خاطر چی میتین؟ این به خاطر اینا فروشه، اینا مال چی نیست. اینا فروشی. اینا هم که هست فروشی میگه. اونا که فروشی اگه اینقدر مشتری داری خب انگشتر چرا میفروشی؟ خب معلومه تو کلا کاسبی. نمیگه فروشیه. پزشکا از این که مثلا اگه یکی رو مثلا قطعی به طرف نمیگن تو باردار میشه که با او همه دوا و درمون امکانات پیشرفته طرفه که او همه درس خونده، دکتر مثلا فلان هیچ نظر خاصی نداره، مثلا به طرف دارو میده میگه توکل به خدا باش. شاید شدی شاید نشدی دیگه قسمته. بعد این اومده میگه 100% تو یک آدم بی سواد رماله که مثلا جادوگری، چرا با چی علمی تو برمیگردی مثلا یک چیزی میگی 100%؟ خالی 95% هم نمیگه بچه‌ها 100%. حالی به این دیوانه میتونی بگی، نمیفهمه چی نمیتونی بگه. دیوانه والا معامله کاسبی میکنیم. این فروشی است. این چی است؟ اینا مثل همون فروشیه. و چیزی که نیست فقط تو اینا رو حساب کنی. چیزی که گذرشو چیزی اینو فکر کنید شما ما بچهای کوچیک نه بوت رقم نیست؟ نه این بوده یا هر چی هست اینا کسی آورده این تو مانده این درد درمان نمیکنه. این عتیقه یک سنگه. نگاه کن سنگا خودشون دیگه الان اعتبار نداره. خب چیکار میکنی پس وقتی تو وسیلات چیکار؟ خب این سنگ شد. این هم گفتن که به خاطر مشکلات است. این میشه. این هر چی بگی مرد ببین چی است؟ این میشه. این چی رقم مشکل؟ این باطل کننده سر یمی باطل میکنه، روی نمی میخوانیم، جادو رو نمی باطل میکنه. خب و حضرت رسول اکرم یک کلمه یک سوره آمده گفته همینو میتونن بخونن امت که باطل میکنه سر رو. بعد الان این آمده با یک تیکه سنگ. خب تو مثلا چجوری با کدوم عقلت با یک تیکه سنگ میخوای طرف باطل سر بشه؟ خب دیگه یعنی خودت هم باید جادوگر باشی. خود جادو میکنه بعد خودش هم باطل میکنه دیگه.
و غیر از اون البته جادو اینا رو باطل میکنه. این از کجا کردین؟ از کجا میکنین؟ هم با سنگا میارن، مردم از کو میارن. میخرین شما؟ هم ما میخریم. اگه بخوای قدش قیمار بزنی بله میشه. نه شما گفتین چی؟ قمارباز هم هست. What the fuck؟ میگه باش میخوای قمار بزنی. این درست بچه 50 سال فکر کنم داخل ایران بوده. این 50 سال یعنی اونجا قمار میزنه فکر کنم نزدیک 2 سال 3 سال میشه که افغانستان اومده. یک کس فکر کنم داخل افغانستان شروع شاید کرده. من مامورای چون- ایرانی رو گرفتن دیپورتش کردن چون- گفتم برو. چون اونجا یک دفعه میگه سر کار که میشه بعد ادیت کرده ویدیو رو قطع کرده فکر کنم. میگه میرفتن سر کار دیگه اینا داشتم همین کار همینجا که آمد اومد این اونجا کارش دیگه میکرد. این گفتن در قرآن مندازین نه می‌بینین نه که- اصلا این حرفا از من نیست. اینا از فقط من نیست. حالا اگه بخوای خب، قیمار ما- بزنی قیمار میشه مولای صاحب. اونایی که قیمار ایران میزنن باز چرا جمع کردی پیش من خودم؟ میگم دا بچه ها میبرم. باشه. قمار می‌زنی، بی قمار غیرت اینا ما بجل بازی میکنیم ما با اینا بازی میکنیم قمار باز چیه حالا اینو گفت باز مردم میره سر اینا شاید قمار بزنه. تو کسی نداری ولی دیجا دارم دور از ما ایران هست. اونمو را دیگه با ایران میبری ها تو نگاهی میبرم. تیکه چند بار حرف شود این دندون پیره این کسی آورده دعا دعا بخونی همینجا مانده دیگه خودش هم رفته بنده خدا مریض شد چطور رو دیگه نیامد سراغی. خدا خواندی نمرده باشه. نه شاید هم مرده باشه ساله بود دیگه. خب خود گفتی غیب ما یاد دارم نه؟ باید بفهمی که زنده است یا مرده. زنده است هنوز؟ مولوی صاحب یک چیز برایت میگم والله تو که چی حتی نوچه تا دو قرآن میگم چیکاره میشه چیکاره است دیگه What the fuck؟ یارو رو تعدیل کرد. تعدید میگه از من دوستی وگرنه با خدا منجو کلگیتون زمینه چی میگه نه درس گفت. میدم شما را داخلش شخ میکنم با خدا این شکل تعدیده دیگه What the fuck؟ این چه رقم میده این چیز اصلای داره حضرت موسی رو داره بزنه زمین او که دریا وسط دونست میشه که به امر خداوند بوده حداقل این به امر خودش میزنه. چی ادعایی داره؟ بس نگین ما رو کافر میکشن دیگه فایده ای کافر نداره. نمیگم صبر کن. شو گفت مالی صاحب دیگه. دیگه نمیفهم مرده است زنده پیشتر خود نه، دعای مثل غیب زدم. نه، که مثل. من غیب میفهمم. من مثال زدم خوب مثال زده مرده است یا زنده حالی میگه نه زنده است فکر کنم نه میفهمم کجایه. مول زنده است ای؟ بله من نفهمم که دیگه هیچی نیست. یعنی زنده است. بله خوب است که زنده خو است زنده است. نموره حداقل زنده است. با این جادویی که تو کردی طرف متوجه میگه خوب نشد. زنده خو است نموره خب این تصویر به خاطر چی استفاده تصویر میکنه؟ ذکر نه؟ ذکر میکنه؟ ذکر است یکی زنده دیدیست است دو. از کجا هستین؟ از کدام ولایت؟ مثلا من چارکن مدارم بچه چارکن مدارم من 50 ساله ایران چی میکنه؟ ایران که رفتیم ماندیم اول انقلاب زمان شوروی بودیم از شوروی به بعد دیگه ما رفتیم دیگه نیامدیم ایران هم چیزی یاد گرفتین نه؟ ایران ما همین چیزی داریم که میگم کجا یاد گرفت. استادای داشتین اونجا؟ بله ما استاد همه استاد ما استاد همه و همونجا هم استاد همه ما. خب اول باید مرد میگه استاد کل گیمویم 50 سال میشه داخل ایران بوده اونجا هم کدام استادی نداشته خود استاد این کار هم به یک شدی چی شبه. شده یک شبی شده اونم که همون خواب دیده وای تمام بابایی داره چرت پرت میگه تو چرا حرفاش جدی خب میگی؟ جدی نه کلا ادعایی که میکنه حداقل عاقل مثلا دیوانه نه نیست نگاه که به مردم خب میگه میگه یه چیز میگه طرف جادوگره. میگه اینقدر مشتری باید داریم، خودشو مثل توجیه مو- چی میگه مثل پشه میرزه نمیفهم چیکار فلانه خب مگه حرفای زیر همچی آدمای ناقص العقل مثل خودش باور کنن؟ چون آدمی که مغز تو کلش باشه که هیچ وقت پیش جادوگر نمیره پولش حرام جادوگر نمیکنه. 4 تا آدمی که نفهمن مثل خودش میان دور برش جمع میشن تو فکر یه تیکه سنگ به طرف میده بگی شفای دردته اونم باور میکنه. یک جای یک چیزی دیگه است به خدا کاسه زیر نیم کاسه است ما حالا چیزی نمیگم به خدا اینا احمد جدی شد. چی شد امر بالمعروف بود چی امر بالمعروف نه از منکر اولا و دوم که این ویدیو مثلا الان داریم ما تماشا میکنیم اون طرف نباید سانسور میکرد درسته یا نه چیزی بدی میگم باید یک چیزی باشه که یا این ویدیو الکی یعنی ساختگیه اگر چیز می بود واقعی می بود چرا طرف سانسور میکنه در اصل باید طرف این کفر میکنه خودش میگه این کفر بعدش هم شریعت همون دیگه یا زندانی میکنه یا مثلا
آویزان میکنه. چرا مثلا اینو سانسور کرده من نمیفهم. مثلا داستان سانسور بودن این داستان به نظرتون چیه؟ این چیزایی که امروز ما میبینیم با خدا واقعا خیلی خیلی عجیبه. یا این که ما مغز خر خوردیم واقعا مغز ما کار نمیکنه. وگرنه نگاه کن همون ویدیو خانم نیکبختی که من جدی میگم با خدا اینقدر ویدیو نگاه کرد آخر شب تا هیچی نگاه میکنی دقیق حالا ثبوت طرف که مثلا صحبت میکنه من چون که از فلانی و فلانیش پرسیدم این شکلی بود چیکار بود. بعد میبینی که 25 سال آخه تو یک خونه طرف بوده که داخل اون خونم غیر از اشغال و گو و این و اون دیگه چیزی جدی میگم اونجا نیست. و بعد این طرف نه ناخوناش بزرگ میشه نه موهاش بزرگ میشه نه لباساش پاره میشه نه بدنش زخم زیر میشه سالم میاد بیرون. بعد چند میذارم معجزه. اصلا این طالبا دارن یک کارایی میکنن بچه‌ها اینا رو هر چی بگین اصلا تو کتم یکی نمیره. آخه اینایی که اینقدر رو دین و شریعت اینقدر اصرار داره که طرف با خودش اونقدر غره باشه که بیا از اینه میگم آدم عاقل. منظورم اینه که دیوانه نیست. حداقل مثال میگم جادوگر اگر باشه بگیرم مثلا آقا کاری من اشتباهه من انجام میدادم من توبه میکنم که کار بخششه درسته. میگه طرف توبه کشید دیگه نه با داره ویزان میکنه نه چیزی. این طرف اومده فقط دعای خدایی میکنه. یعنی من رو خود اینا چی نمیگم. من علم غیب دارم من نمیفهمم فلانی هستم من چیکارم من کسایی که علم غیب نبینه اون پیغمبر نیستن. آخه همچین چیزی چی شکل بود که با کدوم مغز تو بیایی همچین ادعای کنی. این به کنار. بعد این که دارم به این تعجب میکنم الان دولتی اینا بر پایه دینه که تو فکرشو بکن مثلا از مثلا زنا رو گفتن باید حجابشون رو رعایت کنن مدرسه نرن این نرن اون نرن این ظلما رو در حق بقیه میکنه ولی طرف داره راست تو صورتشون میاد میگه که آقا من مثلا ادعای خدایی میکنه نعوذ بالله بازی چی نمیگن نشستن دور برش میخندن. خب پس ببینید یه کاسه زیر نیم کاسه طالبا هسته یا اینا یک فیلمه که جدیدن خودشون پیاده کردن ملت رو دارن میپیچونن با کاراشون. اصلا منطق نداره نه تو این نه جریان نیکبخت نه اون کلیپای دیگه که دارن میگیرن. هر چیزی رو دارن یک داستان جدید درست میکنن به نفع خودشون. یک چیزی که نگاه میکنی زیر اون یک چیزی به در میکنی. مثلا اصلا اونجا یک که گفت من سری کار گفت ویدیو شده قطع شده یک و بعد این که این طرف اومده سانسور شده. دو علت دومیش علت سومیش اینه که یک ادعای میکنه فقط امین مونده آقا من خداحافظ فقط امین مونده. حتی داخل ویدیو من ویدیو رو کامل نگاه کردم میگه من با خدا صحبت میکنم. اگه اونجا میگه نه الان غیر یک آدم عادی باشه که از تیم خود این طالبان نباشه هم چه حرف بزنه وسط میدون دارش میزنه. امینو میگم حکم سنگسارش 2 دقیقه صادر میکنه. 2 دقیقه چه همونجا طرف بعد الان اینو میان حرفاشو گوش میکنن بعد تازه کلیپاشو اینا همه بابا چرت و پرته. طرف اون سانسور شده که دیده نمیشه از اعضای خودشون. آقا ما آخر موندیم بچه‌ها با خدا با این کلیپایی که الان ما داریم جدیدن میگیریم هر چی میزنیم تو هر کلیپی که ما میگیریم تاش میرسیم بعد فکر میکنیم میبینیم بابا اصلا اون چیزی که اینا میگن نیست واقعیت نداره برعکسه. آقا یک دلیل نمیره آقا باشه تو میگی این شکلیه تا فردا این کار انجام بدم بهت پول میدیم هم تو رو قبول میکنیم تموم شده را طرف تهدید میکنه رو در رو تهدید میکنه بعد میگه تو من گفتی کافر رو اینا میگه نه این شکلی نیست. خیلی عجیبه واقعا. اینم باز کیا هستن چی بود امر بالمعروف نهی از منکر یعنی که چیزا انتن نمیده با خدا. میگم تو چیزا انتن نمیده. خلاص بریم ببینیم چی میگه دیگه. آدم یک انسان شاگرد باشه باز استاد میشه. نه این نیست. من گفتم مثلا یک دادم گفتم یه رای 100 ساله یک شب تایکو بندگی کو با خدا میته تا دلت بخواد. اما بنده نیستیم فقط تو بنده خدایی. تو بندگی کردی دیگه کسی تا هنوز بندگی نکرده. دیگه این شکل نمیشه. حالا داغ نکن بابا اونا هستن جای تو ادامه میکنن. ادامه داره. نه سنگ نیست. سنگ است. مالی سنگ نیست. سنگ است. بینندگان عزیزان میبینن. چی است؟ این سنگ دوره. سنگ چی؟ دور میگه سنگ یه تراش میکنه انگشتر دور. خب اینا انگشتر جور. بله انگشتر جور میشه. اینا همیشه نموتره. یعنی اینا تراش کرده و جور کرده. خودتون انگشتر جور میکنید؟ من خودم جور میکنم. بله. انگشتر درست میکنه.
علم غیب حتی میگه. چاقو درست مونه یه دونه دسته نداره، هم یکی خودش فقط دسته داره. نگاه کن چیزا وجود اونجا چه کار میکنه. بیناموس ما با این بازی میکنیم به خدا. چاقو نگاه، چاقو داره، سنگ داره، بعد اون تیکه که مثل چی میگن سنگای بوتی ایران. آقا این طرف سنگ تراش بوده، معلوم نیست تو ایران هم که بوده، فقط همین نگین انگشتر جوشیده درست کنه تو یک کارگاه چیزی کار میکرده. خدا از سنگ تراشی رسیده به جادوگری. به جادوگری. حالا جادوگری هم که هیچی رسیده بیخی ادعایش بالای جادوگری هم. مالی صاحب تاسو څه نه لري دا د خپل خبرو څخه مګرځي نه وایي چې قدرمن لیدونکي هم ګوري چې دا خو خامخا چا سره دا شیان وي دا د سحر او د جادو لپاره وي نو تاسو څه نه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي کې چې دوی کومې خبرې وکړې اول قرآن کریم راواغېسته. لومړی کفر او ډېر عظیم جرم دا دی چې په قرآن کریم باندې دروغ وایي. هلته ترجمه یو شی لیکل شوی او دی بل شی وایي. نگاه کن میگی که اولین گناه بزرگی که انجام داده اینه که دروغ گفته، یعنی در چیزی که داخل قرآن شریف نوشته هست این اشتباه گفته، یعنی کفره، یعنی کافر شده طرف. این شکلی خودشون اینو میگه. بله دوستا ویدیومون تا اینجا بود، چون ویدیو واقعا کوتاه نیست، خیلی طولانی. ما وقتی صحبت کنیم، وقتی با صحبت بیایم بیشتر صحبت میکنیم، بیشتر طولانی میشه. پس اگر از این وقت طرز ویدیوها دوست دارید از ویدیو را لایک کنید، در کانال سابسکرایب شید، زنگوله بغلشون هم بزنید که ویدیوهای جدید از دست ندهید. و یه چیزی گفتنی داری بگو. راستی اینستاگرام این پایین یا فالو کنید. خب بگو. چیزی نداره برای گفتن. بگو بچه‌ها میگم جدیدا فکر کنم تو افغانستان سوجای خیلی جدیدی، یعنی خیلی جدیده که تو دنیا داره میترکه با این کارهای طالبان. اصلا ما نمیدونیم، سر میخوایم در بیاریم از کارهای اینا. نه یعنی البته با کمک شما بچه. بعضی وقتا مثلا میشنیدیم میگه طرف مثلا چه رقم بگم، طرف مثلا یهودیه، کافره، نمیفهم چی کاره فلانه، ادعای نعوذ بالله گفته که مثلا نعوذ بالله نه که بهش مردم هجوم برده باشه یا مردم قبول داشته باشه، مثلا فقط گفته که نعوذ بالله، میگم طرف یهودیه یا کافره، نمیفهم خلاصه از یک دین دیگه است. مثلا گفتم من حضرت محمدم، یعنی این شکلی خیلی عجیب بود. ولی این طرف قشنگ نشسته سانسور شده و بعد میای یک ادعای میکنه. فقط میگم چیزی که مونده اینه که بگم من خدا هستم، چون امالی که یک کلمه که اینجا استفاده کرد این بود که اینا گفت که علم غیب که حتی پیغمبرا هم نمیتونسته، یعنی پیغمبرا که بهش کن پیغمبرم حضرت محمد صلی الله علیه و که اون حتی علم غیب نمیتونسته. این بلند میشه چی میگه پیغمبری که علم غیب نداشته باشه پیغمبر نیست. اصلا به مغز جور میایه و اینا میخنده. با آخر ویدیو رسیدیم تا ویدیو بعدی. بای. خدا نگهدار.